با بنیاد گردیدن چندین بناهای زیبا و زمانوی ساحه بانکداری شرایط و صفت خدمترسانی برای مشتریان نیز خوب گردیده ایستاده است. با مقصد پیشگیری عملهای خاراکتر کورپسیونی داشته تمام خدمترسانی‌های مالیوی توسط بانک‌ها صورت گرفته امروز اکثر ساکنان ولایت توسط بانکомат‌ها و پست ترمینال‌ها مبلغ را دسترس نموده ایستادند. شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوروغ به سهم ساکنان ولایت می‌رساند که مشکلی در سمت تامین بودن تشکیلات‌های قرضی ولایت با پول نقد ملی وجود ندارد. خزینه‌های تشکیلات‌های قرضی منطقه دائمی با پول نقد ملی تامین می‌باشند. در خصوص فروش اسعار خارجی به اهالی بخصوص دلار ایمیا چنین اطلاع می‌دهیم که تشکیلات‌های قرضی ولایت در دایره معیارهای مقرر شده فروش اسعار خارجی را به راه مانده اند. در حدود شهر خوروغ زیاده از 7 بانکомат و 6 پست ترمینال موجود بوده همه روزه با مبلغ معین پر کرده می شوند. اما در برابر این بعضی ساکنان ولایت از آن اظهار نگرانی می نمایند که برای سر وقت دسترس نمودن مبلغ توسط کارت‌های پلاستیکی اکثر وقت از نبودن مبلغ در بانکомат‌ها با مشکلی روبرو می شوند. یکی از مسائل‌های بحث طلب در ولایت مسئله بانکомат‌ها می باشد. چنین قید می نماییم که بانکомат‌ها که در حالت غیرکاری قرار می گیرند یک چند سبب ها رو دارند. اول هنگام تمام شدن مبلغ های پولی در بانکомат و پر کردن اون که وقت معین رو می گیرد بانکомат ها در حالت غیرکاری قرار می گیرند. وقت پرکنی بانکомат ها از 20 دقیقه تا 1 ساعت رو می گیرد. این چنین هنگام ویران شدن قسم های احتیاطی بانکомат ها که از شهر دوشنبه به شهر خوروغ دسترس می گردند بانکомат ها در حالت غیرکاری قرار می گیرند. مشکل های دیگر تکنیکی نیز وجود دارند لیکن از طرف کارمندان فیلیال بانک ها مشکل های مذکور در مهلت های کوتاه برطرف کرده شده. فیلیال بانک های منطقه خدمت رسانی خود را به اهالی منطقه پیشنهاد می نمایند. از روی گفت کارمندان شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوروغ با مقصد خدمت رسانی با صفت بانکی امروز در مرکز جماعت‌های دهات و شهرک بانکомат‌ها و پست ترمینال‌ها در اختیار میزبان قرار داشته با در نظر داشت آنی که اکثر ساکنان ناحیه‌های اطراف شهر از خدمت رسانی پست ترمینال‌ها در صورت دچار شدن به یگان مشکلی در سمت خدمت رسانی‌های بانکی ساکنان ولایت می توانند با تلفن باوری شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوروغ با رقم 44 640 0604 در تماس شوند. در مقایسه با سالهای پیش امروز صفت خدمت رسانی بانک‌های منطقوی خوب به راه مانده شده. مسئولین کوشش می‌نمایند کمبودی‌های ساحه را سر وقت حل و فصل نموده برای مزاجان خود بهترین امکانیت‌ها را فراهم آورند. از روزهای نخستین پیدایش بیماری سرایتی نو کووید 19 در برابر نهادهای دیگر کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خوروغ با مقصد پیشگیری از پنجشنبه این بیماری چاره‌بینی‌های ضروری را روی دست گرفتند. برگزاری چاره‌بینی‌های مهم در حدود بازارهای شهر خوروغ برای از بین برداشتن جمع‌شوی زیاد اهالی، پیشبرد کارهای فهماندهی در مورد استفاده نقاب، تامین فاصله اجتماعی، رعایت قاعده‌های سانیتاری گیگینی ثمره خوب بخشید. با در نظر داشت پیشگیری از خروج این بیماری در بازارهای شهر خوروغ چاره‌بینی‌های بهداشتی برگزار گردیده این نوبت گروه مخصوص بی‌ضررگردانی با استفاده از معلول مخصوص کلسیم گیپاخلورید در بازار بیسلاگی استقلالیت و بازار مرکزی شهر خوروغ نقلیات‌های مسافربری خط سیری‌های شهر خوروغ و نویه‌ها را بی‌ضرر گردانیدند. این تدبیرها تا پورا از بین برده شدن بیماری سرایتی کووید 19 در تمام شهرها و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه می‌یابد. در یک وقت به رانندگان و مسافران خط سیری‌ها نقاب‌های محافظتی رایگان تقسیم کرده شد. ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پیشگیری کسری کووید 19 در ولایت مبارزه برده است. برای مبارزه با کووید 19 نقشه چهاربینی ترتیب داده از روی نقشه چهاربینی کار برده است. در 3 ماه یک بار ریدوی بی‌ضررگردانی ماشینا گذرانده می شود. همه 90 ماشینی که در همین ترمینال وجود دارند بی‌ضررگردانده شده در ماشینا آویزه ها چسبانده شدند. در بناهای ریاست هم آویزه ها چسبانده شدند.
کارمندان همطرفه برای پیشگیری کردن همین کسلی در ولایت در همه رایون‌های ولایت کارمندان مبارزه برده استادند. اندیشیدن چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه داشته تشکیل نمودن این گونه چاره‌بینی‌ها یکی از راه‌های پیشگیری سرایت‌یابی به هر گونه بیماری‌های سرایتی به حساب می‌رود. تدبیرهای نیک گروه مخصوص بی‌ضررگردانی ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خاروق ادامه خواهند یافت. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن فعالیت کاریش را در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی، کودکس عائله جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی به راه مانده در دوام سال 2020 نقشه ترتیب داده موافق آن کار و فعالیت دارد. قیدگیری آموزشی در این مشورت کاتبان جماعت دهات ناحیه، متخصصان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه، معاون رئیس ناحیه روشن، کارمندان شعبه اسناد حالت شهروندی ریاست عدلیه ولایت مختار کوهستان بدخشان، نماینده شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت اشتراک نمودند. در جلسه مسئله های وابسته به ثبت اسناد حالت شهروندی، بررسی نمودن مشکل های جای داشته در این سمت، راه های برطرف نمودن نارساگی و کمبودی ها تحلیل گردیدند. گفته شد که در دوام 11 ماه سال روان در ناحیه ریشان تولد 310 نفر کودک 62 حالت تغییر نام و نسب به قید گرفته شده است. در دوام سال جاری به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه جمع 432 عدد عریضه داخل شده است. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن 7 نمود عملیات رو در بخش می‌گذراند. از این 7 نمود عملیات 4 نمود عملیات موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی و ذمه کاتبان جماعت واگذار کرده شده است. هر شخص در مورد به قیدگیری دولتی تولد به نسب نام اینچنین نام پدر با ارزش تاریخی و فرهنگ ملی تاجیکی اساسناک حقوق دارد. نامگذاری و شکل درست نوشتن آن در جمهوری تاجیکستان طبق فرهنگ عنعنه‌های ملی و فهرست نام‌های ملی تاجیکی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است عملی می‌گردد. در حجت‌های تصدیق کننده شخصیت که نامگوی آن به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حجت‌های تصدیق کننده شخصیت مقرر گردیده است، نسب نام و نام پدر شخص ثبت کرده می شوند. با فعالیت بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه به بودجه محلی در 11 ماه سال جاری زیاده 36,000 سامانی مبلغ وارد گردیده است. مهینه عزیزبک زاده مدیر شعبه اسناد حالت شهروندی ریاست عدلیه ولایت مختار کوهستان بدخشان بابت مشکل‌های جای داشته و پیشبرد فعالیت من بعد ابراز سخن نموده قید داشت که بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن باید که من بعد نیز بهر بهتر به راه ماندن فعالیت کاتبان جماعت‌های دهات و بخش منتظم کوشش به خرج داده فعالیت آنها در سمت کار عاید ثبت اسناد حالت شهروندی به طلبات دستور عمل جوابگو گردانیده شود. اینچنین در رفت مشورت آموزشی معاون رئیس ناحیه روشن لیلا چهارشنبه زاده و شیخ و سبزینه متخصص شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در موضوع مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند برآمد و ابراز نظر نمودند. در بین هم کارمندان و هم کارمندان جماعت و هم آموزگاران و مسئولین مؤسسه‌های عمومی ناحیه شرکت می‌ورزیم و از این اقدام خیلی خرسند و خوشحالیم و در آینده نیز می‌خواستیم همکاری ما بازم زیادتر گردد. بابت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند سخن رانده شد، یعنی موضوع در این جوده بررسی گردید. اره که ما وظیفه دار هستیم که در اجرای طلبات قانون‌های ملی یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و مسئولیت پدر و مادر وظیفه دار هستیم که آنها رو اجرا نماییم و نسل آینده رو در رویه وطن دوستی و وطن پرستی و خویشتن شناسی من بعد نیز تربیت دهیم. مهینه عزیزبک زاده مدیر شعبه اسناد شهروندی ریاست عدلیه ولایت مختار کوهستان بدخشان قید نمود که وظیفه اولین درجه و بس و مهم کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و نواحی ولایت خدمت رسانی با صفت و سری وقتی برای شهروندان
معامله خوب و فهماندن الوه‌ها به قانون‌های جمهوری تاجیکستان در سمت مذکور میباشد. استفاده با مدنیت بلند و مقصدناک نیروی برق که امروز یکی از مسائل اساسی به حساب می‌رود از هر یک شهروند مناسبت جدی و غمخوارانه را طلب می‌کند. باید قید نمود که با دستور و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروزها استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان کاملا تامین بوده، ساکنان مملکت در تمام فصل سال با نیروی سبز برخوردار میباشند. جمهوری تاجیکستان با فهرست دولت‌های تولید کننده برق خوش‌صفت در جهان مقام نمایان را اشغال می‌نماید، اما نوابسته از این سر وقت پرداخت نکردن حق استفاده قوای برق و حتی غیر قانونی نصب و بدون حساب کنک برقی استفاده بر آن از جانب بعضی از شهروندان باعث نگرانی است. با مقصد پیشگیری و آشکار نمودن چنین عمل‌های نامطلوب با دستور و سپارش‌های راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از حساب کارمندان ستاد بین داروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک کارمندان شرکت برقی پامیر انرژی در شهر خروخ در گروه کاری تأسیس داده شده در همه کارخانه و مؤسسه‌ها، تشکیلات‌ها، منزل‌های استقامتی، بازارهای شهر، مرکزهای کلان سودا، قهوه‌خانه و طربخانه‌ها و در دیگر جایها که منبع برق استفاده می‌شود، سنجش‌ها، کارهای فهماندهی برای مقصدناک استفاده بردن نیروی برق در وقت سرمای زمستان و سر وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های قرضی از حساب استفاده برق از جانب سردار ریاست وزارت کارهای داخلی با گروه کاری دستور داده شد. از جمله در نتیجه سنجش از جانب گروه کاری تأسیس داده شده استاد بین داروی تامین امنیت در ولایت در بازار مرکزی خیابان شیرینشاه شاه تیمور مرکز ولایت شهر خروخ، کوچه‌های محمد نظرов، عبدالمحمد النظرов و کوچه سبزعلی اودینای مورد سنجش قرار داده شده یکچند دلیل سر وقت پرداخت نکردن مبلغ استفاده برق آشکار گردید. اینچنین در جریان سنجش معین کرده شد که شهروندان زیرین در سوراخ‌های در بالا ذکر گردیده باور و صبر بیگیم مبلغ 2143 سومانی، توکل و یادگار 1425 سومانی، شیر و نرگس 874 سومانی، فیض‌الله و مهینه 2500 سومانی، اقنظر و محمد عیسی 977 سومانی، زمانov محیدین 577 سومانی و قربانشاев کرمانشاه 1558 سومانی مدت‌های طولانی قرض‌های مبلغ پرداخت نیروی برق را نسپاریدند. باید قید نمود که چنین سنجش‌ها در دیگر محله‌های شهر خروخ گذرانیده شده استادند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان که دیده و دانسته دست به قانون شکنی زدن سندهای لازمه ترتیب داده شده نسبتشان چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده می‌شود. ساکنان شهر خروخ ابراز داشتند که بنابر سبب بعضی مشکل‌ها آنها نتوانستند سر وقت مبلغ قوای برق را پرداخت نمایند، اما بعد از سنجش و مشاهده‌ها و بردن کارهای فهماندهی از جانب گروه کاری ساکنان قید نمودند که مبلغ‌های قرض از حساب قوای برق را در مدت‌های کوتاه برقرار می‌نمایند. من جمعه گلبیک ساکن شهر خروخ کوچه شیرینشاه شاه تیمور 149 اجرای 6 حقیقتا من در نزد کارخانه شرکت برق قرضدارم. حاضر بود من هیئت گروه کاری ما را تفتیش کرد، امانده دادم و وعده می‌دیم که انشالله تا چیزهای 15-20% قرضهای برق می‌سپاریم. کارمندان شرکت برقی پامیر انرژی ابراز داشتند که از سبب پرداخت نشدن حق استفاده برق از جانب بعضی از شهروندان به فعالیت شرکت برقی پامیر انرژی تاثیر و ضرر زیاد رساند. طور معلوم است یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان این رسیدن به استقلالیت انرژتیکی می باشد که در این سمت ساختمان و بنیاد انشاءات‌های گوناگون برقی ادامه یافته ایستاده است و در نظر است که در این سمت باز یکچند دیگر انشاءات‌های برق تولید کننده ساخته و به استفاده داده می شوند. در این سمت همچنین مسئله از جانب اهالی صرفه‌کارانه استفاده بردن قوای برق خیلی مهم می باشد که این مسئله مخصوصا در فصل سرما مسئله اولین درجه به حساب می رود. این روزانه با تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان گروه‌های کاری تأسیس داده شدند. مقصد از تأسیس این گروه‌های کاری میان اهالی فهمانده دادن اهمیت صرفه‌کارانه استفاده بردن قوای برق و همزمان سر وقت پرداخت نمودن حق استفاده قوای برق می باشد. این گروه ها فعالیت خود را الکی در حدود شهر خروخ
дар тамоми маҳаллаҳо сар карданд ва ин корҳо идома хоҳанд ёфт. мо дида истодем ки аллакай ин фаъолияти гурӯҳҳои корӣ самараи ки худро ба бор оварда истодааст ва вобаста ба ин аз ҷониби аҳолӣ ин гурӯҳҳо фаъолияти ин гурӯҳҳо дастгирӣ карда мешаванд. ҳамчунин дида истодаем ки одамоне ки дар назди ширкат аз истифодаи қувваи барқ қарздор ҳастанд аллакай ба пардохти ҳаққи истифодаи қувваи барқ сар карданд. баъд аз ба фаъолият шурӯъ намудани гурӯҳи кории таъсис додашуда аз ҷониби ситоди байнидаравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилоят дар муддати 2 рӯзи фаъолияташон маблағи 875118 сомонӣ ба ширкати барқии Помир Энерҷи барқарор карда шуд. хурсандиовар аст ки имрӯзҳо гурӯҳи кории аз ҳисоби ситоди байни идоравии мақомоти таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъсис дода шуда дар маҳаллҳо ва шаҳр фаъолият карда истоданд. мақсад аз ин кор миёни аҳолӣ бурдани корҳои фаҳмондагӣ оиди истифодаи сарфакорунаи қувваи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи қувваи барқ мебошад. тавре дида истодаем ки он муштариёне ки қарздор буданд аллакай ба пардохт намудани ҳаққи барқ шурӯъ намуданд. боварӣ дорем ки дар натиҷаи баро мондани чунин фаъолияти корӣ ҳам вазъияти истифодаи оқилонаи барқ ва ҳам вазъи пардохти қарзҳои барқ куллан беҳтар мегардад. воқеан дар фасли сармо ки норасоии нерӯи барқ мушоҳида мешавад, баъзе аз шаҳрвандон манфиатҳои шахсии худро аз манфиатҳои давлат ва ҷомеа баландтар ҳисобида боиси талафоти барзиёди нерӯи барқ ва халалдор даштани истиқлолияти энергетикии кишвар мешаванд.